زنم همه وقت میگه هیچیم نکردی، ایتو هیچی ندیدم، چیزی که بیارم عقلش نمیشوه. در زبانش همه وقت رود درگور خوک بکشتای، کودکا را دعای بد میکنه، ویش نه ندوال نیای. برای همه خیلی زنکای پدنالت یک نصیحت کندم نه به خوبی میفهمه نه به گندگی. سبحان الله. برای خیلی زنکای ناشکر چی بگیم؟ این خیلی زنها آخرت خودشون با دستان خودشون میسوزانن و آگاه نمیشوند. خواهرای عزیز، آیا میدونه که برای چی اکثر دوزخی ها، یعنی اکثر اهل دوزخ زنها هستند؟ سبب در چی است؟ سبب آن را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تنها دو چیز بیان کردند که آن در اکثر زنهای امروز دیده می شود. خوب گوش اندازید خواهرای عزیز. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عید قربان یا رمضان وقتی به نمازگاه می رفت از نزد زنهای گذشت. خطاب به آنها فرمود: ای گروه زنها، صدقه کنید، چون که اکثر دوزخیان را دیدم که زنها بودند. آنها پرسیدند که چرا، به چی سبب ای پیامبر خدا؟ در جواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تنها دو سبب بیان کردند: تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. یکی این که لعنت زیاد میگویند، یعنی زیاد دعای بد میکنند، و دیگر شوهرانشان را ناسپاسی میکنند. و در روایت دیگری بخاری و مسلم چنین آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن سببها را چنین بیان فرمودند: یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، یعنی شوهرانشان را نافرمانی کردن، ناسپاسی میکنند و خوبی های او را نادیده میگیرند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث فرمودند: اگر یک عمر برایش نیکی کنی و یک کمبودی از تو ببیند، میگوید هرگز از تو خوبی ندیده ام. روایت بخاری و مسلم. خواهرای عزیز، در حق شوهراتون از الله بترسید. وای بر حالتون اگر چنین صفتها در شما وجود داشته باشه، وای بر حالتون.